پارت دوم خدمت شما. تو پارت اول دیدین که یه رزومه دانلود کردم تا آمادهش کنم و بفرستم برای مجموعه‌ها. رزومه‌ای که دانلود کردم تمش به تم من نزدیک نبود. برای همین توی فتوشاپ رنگشو به بنفش که تم طرح نوع تغییر دادم. توی این مرحله شما باید دونه به دونه متن رو متناسب با توانایی خودتون تغییر بدین. منم دقیقاً همین کارو کردم. سعی کنید عنوانا رو تغییر ندید و فقط به اون زبونی که می‌خواید برگردونید. هر بخشی رو که ندارید یا حتی اگر اضافه دارید پاک کنید یا اضافه کنید. مثلا من رفرنس مدیر سابقم یه دونه است، برای همین بقیه رو پاک می‌کنم. عکستون هم سعی کنید توی رزومه بذارید. اینجوری رزومتون بیشتر مورد توجه قرار میگیره. تو پارت بعدی میخوام ویژگی‌های رزومه خوبو بهتون بگم که کارفرما تو جلسه مصاحبه بهم گفتن و همشون تجربی و از هوا بهتون نمیگم. من توی دو تا اسلاید بعدی هم چند تا نمونه کار اضافه می‌کنم که موقع خوندن رزومه کارفرما بتونه با قلمم آشنا بشه. وای من تو رزومه قبلی مسوتی داده بودم که الان یادم اومد، ولی جاش تو پارت بعدی و تو اون پارت بهتون میگم. بعدم خروجی بگیرید و به پی دی اف تبدیل کنید. دوست دارید اصلاح رزومه تو وردم بهتون بگم یا این نمونه رزومه ها رو تو کانال بذارم که پردارید؟ مثل همیشه هم یادتون نره که حمایت کنید، لایک، ساب یادتون نره که منم روم بشه بتونم بیام پیشتون. خلاصه که خیلی خفنید. فعلا در پناه خدا.